رسول الله میگه که نکاح من سنتی، نکاح سنت من هست. فمن رغب عن سنتی، و جوانی که از سنت من سرکشی کرد، و دختری که به خاطر اوتل توی نمیکنه، و پدری که دختر خدا به خاطر تویانه زود توی نمیده، و بچه‌ای که به خاطر رواجها عروسی خدا به تأخیر میپرده و به گناه ها مبتلا میشه. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کسی که میگه نکاح نمیکنه امت من است. اما میگه ما جوانای کمر بسته داریم، ما دخترای کمر بسته داریم. دخترای کمر بسته ندارین، این جوانای کمر بسته نیست، این ابلیس های کمر بسته هستند که روز ملنگ هستند شب پلنگ. فيا سحب غطي شعاع